سلام به تمام شما هموطنای عزیز ما. آرزو دارم که خوب و صحتمند باشین، هر جای دنیا زندگی میکنین خوش و آرام کنار فامیلای دوست داشتنیتان باشین و ما را از دعایتان فراموش نکنین. آغاز برنامه هست. سلام تقدیم میکنم به مادر جان بسیار عزیز. سلام به شما و دوستایتان. خدا کنه جور و صحتمند سراد باشه. صبح زیبایتان رو به خیر آغاز کرده باشه. بله عزیزا، بسیار خوش آمدین به یکی از برنامه های چینل فاملی ما و خدا کنه که تا پایانی برنامه ما باشین. و امروز خواستیم یک برنامه بگیریم همراه خواهر بسیار عزیز ما غم شریکی داشته باشیم، چون که بعضی دوستان مادر جان پرسان کرده بودن در کامنت در شخصی که خواهر ما کجا هست، چی میکنه، چرا در یوتیوب فعالیت نداره. و می حساب ما فامیل ایوبی خواستیم که از طرف فامیل خود برش عرض تسلیت داشته باشیم و خواهر ما علیسا جان که واقعا غم بسیار بزرگ است وقت فامیلت از دست بتی و هم که امرش خیلی عادت کرده باشی، تمام عمرت سپری کرده باشی، واقعا مشکل است. چطور مادر جان؟ و ایره شاید بیشتر از من مادرم درک کننی که غم از دادن فامیل چی رقم یک حس داره، چون شاید از مادرم به می تازگی ها یا می چند مدت پیش کسی فوت کرده بوده باش مادر. نه از من یک زن مامین بود دیگه، خدا بخشیشه. زیاد دیگه از مادر کده پیش بود بر ما. آدم یکی را که ببینه درک میکنه دیگه. حالا علیسا جان خداوند دیگه ماندگاهش عمر طولانی بده، بازم به حساب وطنداری، به حساب دوستی که من قدر خوکتیش بلدیت هم نداشتم. وقتی کرشمه جان می آمد زیاد تعریف میکرد که علیسا این رقم است، علیسا این رقم. میگفتم من تاول ندیدم قدر تعریف میکنم. میگم من وقتی در خانهشان مادر میرم بگم ثبت برنامه یا که میرفتی گفت فکر میکنم که عضو خانه ماستم. هیچی تو من فکر نمیکردم که یه همکارم باشه. از او خاطر امروز ما خواستیم که در دستی که دوستا و مردم زیاد گفتن که علیسا جان کجاست، در چینلش خاموش است و اینی. گفتیم بیا مثل یک اعضای فامیل، مثل یک دوست، ما خود ما یک دفعه برش تسلیت میتیم دیگه. بعد از او خودش که وقتی که چینل خود پس آغاز کرد باز خودش میگه که چی گپ شده. بله و تا جایی که من معلومات دارم واقعا من علیسا جان گفته مادر جانم امروز در برنامه نبودیم، اما وقتی که ما ثبت می داشته باشیم یا می بودیم وقتی که کابل بود زیاد امروز قدر گپ نمیزنیم، چون که او بیچاره مصروف بود. خب تنها خودش بود مادر جان چینل پیش می برد، چون دیگه کس نداشت. مثل که اینم هستم و شما در کنارم هستین، اون قسم علیسا جانم تنها بود و چینل خودش شروع کرد و ای که من امروز برنامه نداشتیم، شاید یک بسیاری کم از برنامه شاید میهمانش بوده باشم یا بودیم، اما واقعا یک دختر بسیار دوست داشتنی است. میگفتی مادرم ما وقتی که می آمدم تعریفش میکردم، میگفتم که علیسا جان واقعا دختری است که آدم میتونه بسیار راحت امروز گپ بزنه، هر کمک بخواه، هر گپ سخن دیگه که باشه امروز میتونه آدم راحت بسازه. اما گپ مهم ده چی است مادر جان؟ اما که میگه روز بعد بیادر نداره، نه اما قسم یک گپ سر علیسا هم آمده. علیسا جان مسافر است در کشور آلمان همراه اقصا جان و لالای بسیار عزیز ما آدربی صاحب. با وجودی که در کابل بود مادر جان، من یک قصه برات کنم پیش از اینکه بریم، بعد از اینکه باز من میگم که کدام از فامیلشان فرق کرد. یک قصه براتون کنم عزیزا، شاید بعضی هم بگوین که حالا برنامه ساخته به خاطر ویوش، به خاطر نخیر. یک چیز براتون بگویم دوستا، مادر جان براتون یادآوری کرد که اس هم وطن بودن مادر جان و اس از که من حیث همکارم هم مسلکم خواهر برش گفتیم دوستش دارم، خواستیم یک برنامه بگیریم و چون هیچ کس برش تسلیت نگفت. چرا وقتی که علیسا روزهای بعد کتتان بود
روزایی که شما ازش تقاضا میکردین نمی بعضی چینل ها مادر ما نمیخوایم نامش بگیرم دوستا شاید ببینن و خودشان از ما کده بهتر بگن ما نمیخوایم که باز پشت ما مزار رقم گپ شو و هر کس هر چیز بگه نه ما هیچ کس نمیخوایم از خود ناراضی کنم یا گپ جور شود براتون واضح بگم روزایی که الیسا را نیاز داشتن که بیا برنامه هم رو ما ثبت کن به خاطر از اینکه ویوی چینل ما بالا بره چون واقعا الیسا کسی بود که ما در زمان بسیار دیر میشه که در یوتیوب از فعالیت داره اما وقتی که الیسا در چی میگن ماتم غم است غم بسیار بزرگ سرش آمده چرا دوستا اولش نمیگیره آخر دوستا مادر جان به می روز است که وقتی غم داشتی تقصیر نشن حتی یک تسلیت خالی برات نگوین چطور مادر؟ او خب باید از کسی که اگر دوست فکر کنه خوار فکر کنه قومم خونم وطن باید در غم و خوشحالی شریک باشه این نیست که تو برم یک روز همکارم بودی دیگه برو در قصهش نشد دیگه پشتش نگرد مگم نیو گپا نیست اینا بسیاری از در قصه نیستن مگم حال که دیروز کرشمه جان همیگه پذر واقعیت من زیاد جگرخون شدم گفتم خداوند دیگه غم آخرشان باشه دیگه عمر طولانی بعد دیگه بچه های کاکایش یا کاکایی که پس مانده که مانده خداوند دواره سرپناه اولادش بسازه خویی راه را کل ما شما داریم مگم کسی باید از هیچ وقتی تو غرور خدا نگیره تو فکر به جای نکنه باید از تو فکر کنن که عضو فامیلش چی الیسا باش چی یکی دیگه باشه به خاطر که یک روز یک سر یکی تیر شده باشه من اول شخصا پدرم فوت کرد زیر دست خودم یک ما بودم بیادرم بود دیگه مادرم همچنان به خاطر که من از دل دیگه میایم از او خاطر دیگه بازم خداوند شفا بده دیگه مریضایی که در خانه شان است که غم درد تجربه میکنن واقعا سخت است مادر جان خداوند هیچ کس ایره غم درد نده بازی که کاکا باشه خب باز بیخی سخت است هرچی نباشه بیادر پدر چقدر امروش آدم عادت میکنه زندگی میکنه و در خانه الیسا جانشان خودشان و من دین روز که وقت من امروش تماس گرفتم هیچ خوب نبود گفت که از نگاه روحی بسیار مشکوک دیدیم و به خاطر من نمیتونم یک چند مدت در یوتیوب فعالیت کنم باز گفت که کاکای خوردم اول فوت کرد حتما ما در کدام مشکل کدام گپ در خانه شما اما من روازی نمیفهم اما خوب است که باز خود الیسا جان که برنامه گرفت بازانو برتان توضیح میته و کاکای کلانش که در مدت 15 روز اردو کاکایش فوت کرد و همچنان یک قومی دیگه شام نمیفهم نواسی کاکایش است یا همیش خود دورکایست 3 عضو فامیل یک نفر که فوت کنه واقعا آدم مادر بسیار شوک میبینه و هم دفتنی خب گفتیم مادر جانم مرگ حق است و همگی ما ایرا را داریم واقعا سخت است ای که باز خودت هم مسافر باشی مادر رویش دیده نتانی آدم ولا که هر کس باشه وقتی یک نفر میمونه یا عروسی میکنه میگه و باید و بار آخر ما رو یک دفعه ببینم خداحافظی میکنم اما واقعا الیسا جان نتونست خیلی جگرخون شدیم برش و واقعا سخت است آدم وقت میفهمه چون ما برتانم گفتم که ما امروی الیسا جان قدر کار نکردیم اما امرویش بودیم بسیار در برنامه ها و کارها و فعالیتایش زیاد دیدیم واقعا یک دختری است که خوبیش به مردم رسیده بدیش نی مادر جان وقت خوبی کرده که حالا کسی یادش نمیکنه اگر بدی میکرد شاید کسی یادش میکرد همین قسم رسم شده چرا ایزا یک نفر که فعلا و حمایت یعنی به این ضرورت داره که یک نفر به همدردی کنه همراهش فقط هم یک تسلیت گفتن چی بود که دوستایی که مشناخته شاید برنامه ما رو ببینه برش نگو اما ایره نگوین که حالا ما سر الیسا جان برنامه ساختیم باش که ویو چینل بارو نخیر ما خواستیم در بین همه چینل ها و الیسا جان یک تسلیت بگوییم و این برنامه را صرف به خاطر از این ساختیم که بفهمن که وقتی که دیگران نیست
ما هستیم. علیسا جان خدا هیچ وقت تنها حس نکن. خداوند صبر نصیب کنه به خودت، به فامیلت. ای که مسافر هستی، درد مسافریت بسیار مشکل است، بسیار سخت است. ما تجربه نکردیم، اما میگن که مسافر بودن در کشور بیگانه که هنوز تازه هستی و هیچ نمیفهمی که چی کنی، بسیار مشکل است. چطور مادر؟ نه مشکل خود زیاد است. ما هم که پیشتر گفتم که می خانم مامایم که مرد دیگه 3 بچه‌ش اینجا نبود، در خارج بود. باز اونمو دیدار آخریش هم دیگه از پشت تلفن دیگه مقبه مردم پرده شده دیدن دیگه. هیچ یعنی مقدر خلاص دیگه. خب به هر صورت دوستا، ما نمیخوایم که تایم برنامه را زیاد کنیم که باز خسته کن تمام نشه. گفتنی هایی بود که خواستم از دریچه یوتیوب چینل خود به علیسا جان و فامیلش عرض تسلیت داشته باشیم و به کسایی که علیسا رو در این روز تنها ماندن بسیار متاسف هستیم براتان. همون که میگن وقت زمان آدم معلوم میکنه که چی بودی چی گشتی، تا جایی که من خبر دارم حتی میگن که والا ما علیسا رو نمیشناسیم، در حالی که چقدر مدت کتشان کار کرد، کتشان بود. خیلی از چینل ها، خیلی از کسا امروش کار کرد، امروش بود، ویوی چینلشان بالا رفت، آیداد خدا نگرفتن، اما چی فایده؟ دوستی تانه بیاین از تسلیت از اینکه در کنارش باشین نشان بتین. باور کنین که این دنیا ماندگار نیست، همگی ما میریم. یکم تا میگه که یکی دور شوی قدرت میزنه، یکی هم بمیری. مگه میگه خب اگر دور هم شده قدر ازی در سر ازی دوستایش نزد، اگر این خب باز هم این در خانهشان هرچی با کاکا و بیادرزاده هیچ کدام فرقی نداره. کاکا و بیادرزاده مثل پدر واریستن، اون بیادرزاده مثل اولادش وارید. ما تا جایی که همی تو فکر میکنیم هم کاکای ما دوست داشتیم زیادتر. تاوال همی بچه های کاکا ناسه و نبیره تماما شه. یکی یکم تا فکر نمیکنه این رقم او دیگه به خودش آمده. خود دیگه مادر. خب باز هم دیگه علیسا جان خداوند صبر جمیل نصیبشان کنه، اعضای فامیلشه. خداوند دیگه چی گفتنی خود از ما اینمه قبول به این گپ ما نو زنده میشه. اینمه که آدم دل آدم خوش میشه که نه یکی یک تسلیت داد. این نیست که ما بگویم از وطن ما دوست ما، نه، یک دمی خانش که در وقت به فامیل شده یک نان نمک دیدی اونمو اعضای فامیل میشن. بله. و گفته مادر جان راست میگه که روز بعد بیادر نداره و کسایی که برش خوبی نکرد در کنارش نیست. خب به هر صورت دوستان نمیخوایم زیاد بگوییم که باز همگی از ما ناراحت نشه. به هر صورت از طرف فامیل ایوبی عرض تسلیت داریم باز هم به فامیل علیسا جان، از دزدادن کاکای بسیار بزرگوارش و کاکای بسیار نازنینش. خداوند ببخشش، خداوند جنت نصیبشان کنه و به بازماندگانشان صبر جمیل میخوایم. عزیزا وقت همتان بخیر، خدا نگهدارتان. ما دیگه گفتنی نداریم، خداوند صبر جمیل داشتن.